سلام، حالتون چطوره؟ این ویدیو قراره که چند تا فکت پشم ریزون در مورد بدن انسان بهتون بگم. پس اول از همه لایک کنید، کانال منو ساب کنید. خیلی دوستتون دارم و خیلی عاشقتونم. بچه ها میدونستید که پوست ما بزرگترین اندام توی بدنمونه و پوست هر دقیقه 30 الی 40 هزار تا سلول مرده از خودش میریزه زمین و اکثرا این گرد و خاکی که میبینید توی زمین همین سلولای مردمونن. جالبه نه؟ گوشتون شد انقدر از بیرون غذا سفارش ندید. حیف اون پولای نازنینتون نیست. یه دونه لایک کن ویدیو رو برای داداش. بدو مرسی. این بی غیرت تو خونه هممون هستش. قشنگ اینو اینجوری خورد میکنی. دقت کن ها، به این صورت. میدونستی که یه سندروم توی بدن ما هستش، من فارسیش رو میگم به اسم کارخونه آبجوسازی. یعنی ما بدون اینکه الکل مصرف کنیم خود به خود مست میشیم. چه جوری؟ فقط به خاطر اینکه ما کربوهیدرات میخوریم و بدنمون خودکار، اگه اون سندروم رو داشته باشیم، خودکار به الکل تبدیلش میکنه و بدن مست میشه و از حالت طبیعی میایم بیرون. خیلی چیز نرمالیه برای کسایی که این سندروم رو مبتلا شدن. ایشالله که هیچ وقت این سندروم رو مبتلا نشید. حیف اون عرق نیست. سندروم بعدی سندروم دست بیقراره. یعنی ما بدون اینکه بدونیم. سبحان الله سبحان الله، 2 نفرم بوس کردن. آقا لایک کنید دیگه، حمایت کنید. دستمون ناخودآگاه کارایی میکنه که از اراده ما خارجه. میتونه این چیزو برداره بندازه بدون اینکه ما تصمیمشو بگیریم. میتونه چیزی از دستمون بزنه و خودش کلا یه شخص دیگه میشه. بچه‌ها فکت بعدی اینه که مغز ما خودش همه دردا رو میفرسته. یعنی من الان وقتی اینجوری میکنم، مغز ناخودآگاه چون عصبشه حالا هر چیشه درد رو برای ما میفرسته. ولی خودش تنها چیزیه که اگه بهش ضربه بزنیم، حالا بتونیم بهش ضربه بزنیم بدون پوسته سر، اگه روش ضربه بزنیم و لمسش کنیم هیچی حس نمی‌کنه و درد توی ناحیه مغز وجود نداره. ببین میوه مورد علاقه‌ام خرمالوئه. بریم سراغ ادامه ویدیو. تا اینجا آمدی یه حمایت ازم بکن. اگر که درست بگی من این کفشو چند خریدم، یه دونه این همین بهش کادو میدم. فکت بعدی، رگ‌های ما بچه‌ها انقدر زیاده که اگه درشون بیاریم و بچسبونیمشون به هم شرمنده 2 دور میتونیم دور کره زمین رو باهاش بچرخیم و دور بزنیم.